اصلا گول جثه ریز این پسقلی رو نخورید. این سریع ترین کشنده مجاز به تردد جهانه. البته بیشتر برای پیست ساخته شده. شاهکاری از کمپانی هیولاساز ولوو آیرونایت یا شوالیه آهنین. مشخصاتش حیرت انگیزه. 4.5 تن وزن داره و مجهز به یک موتور 6 سیلندر 12.8 لیتریه که شتاب 0 تا 100ش تنها 4.6 ثانیه است. اما در مجموع قلب تپندش قادر به تولید 2400 اسب بخار توانه. اما رکورد بیشینه یا بیشترین سرعتش 276 کیلومتر بر ساعته و در رکوردی که تحت نظارت فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی ثبت شده تونسته در پیست با میانگین سرعت 169 کیلومتر بر ساعت 1 کیلومتر رو تنها در 21.29 ثانیه، یعنی کمتر از 22 ثانیه طی کنه. اگر این پست رو دوست داشتی ممنون میشیم که اون رو لایکش کنی و برای دوستانت هم ارسال کنی و حتما دانستنی استار رو دنبال کنی.